دیگر به هیچ وجه کسانی که مجبور میشوند دست به سلاح بزنند، ناامید شوند از این عملها، از این نتیجه های منفی، اونها را دیگر تروریست، اکستریمیست و خشونتگران نام کنیم. چون بدانیم که مشکل اساسی نه در اسلام است، نه در مسلمان ها هست، نه در اون مردمی هست که مجبور میشوند دست به سلاح بزنند، بلکه مشکل اساسی در اون نظام امروزه موجوده بین المللی هست که متاسفانه پشتیبانی از دیکتاتورها میکند، پشتیبانی از کسی میکند که به هر راه و وسیله قدرت رو بگیر، قدرتت رو حفظ کن، مردم و جامعه مجبور میشوند که با تو همکاری کنند. بسیاری از جوانانی که با ما می نویسند، صحبت میکنن، زنگ میزنن، میگن که ببینید شما یک وقت یک نیروی سیاسی بودید که در اختیارتون سلاح بود، 10,000 مجاهد داشتید، بعد قدرت داشتید و با واسطه همین سلاح و با واسطه همین قدرتتون صلح را بالای رحمانوف تحمیل کردید، بالای پرزیدنت عمل کننده اون وقت رحمانوف بود، حالا امام علی رحمان، و او صلح را قبول کرد، برگشتید به کشور و از روزی که سلاح را سپاریدید وارد انتخابات شدید و مبارزه های سیاسی مصالحت آمیز، انتخابات های شما را تقلب کردند، رأی شما را دزدیدند، مردم همش دید. حداقل من در انتخابات سال 2010 تمام دلیل ها، پروتکل ها را داریم که نهضت اسلامی تاجیکستان پیروز انتخابات بود، اما چی فایده کرد؟ و رحمانوف انتخابات ها را دزدید، تقلب کرد و امروز نهضت اسلامی تاجیکستان را فقط برای آنکه سلاح ندارد و میخواهد که در تاجیکستان کشوری دیکتاتوری نباشد، حکومت از پدر به فرزند نگذارد، ما را زندانی کردن، نابود کردن، از صحنه دور کردن، در صورتی که در افغانستان همسایه نیروهای سیاسی سلاح را همچون کفیل قدرت و کفیل در صحنه زنده بودن استفاده میبرند. طالبان هیچ وقت دعوای دولت دموکراتی و حقوق بشر را نداشت، برخلاف ما که همیشه این دعوا را داشتیم و هنوز هم داریم و به این پایبند مانده ایم. ولی امروز وقتی که طالبان در افغانستان پیروز می شود، کارش نتیجه می گیرد. از طرف دیگر ما در تاجیکستان تجربه ما شکست می خورد، تجربه صلح و مصالحه و سلاح را سپاریدن و با راههای مصالحت آمیز و دموکراتی وارد سیاست شدن شکست می خورد. از طرف دیگر در دیگر کشورهای اسلامی مثل تونس و مصر و سوریه و در جهان عرب همه شکست میخورند. در ذهن یک جوان مسلمانی که واقعا میخواد در کشورش زندگی کند، کشورش رو دوست میدارد و میخواد در سیاست فعال باشد، در مثلا پسر پرزیدنت، مثل پسر وزیران دیگر، او همچون شهروند میخواد فعال باشد در چارچوب یک حزب سیاسی، در چارچوب یک حرکت سیاسی. اگر در انتخابات پیروز شد، رأی مردم را گرفت، دپوتات شود، وزیر شود، پرزیدنت شود. این آرزو و این حق را همه شهروندان در تمام جهان دارند، از آن جمله در کشورهای اسلامی هم. اما وقتی میبیند که نه، راهش بسته هست، اگر با طریق انتخابات و با طریق مصالحت آمیز و در چارچوب قانون رفتار کردن میخواهد، نتیجهش همون تاجیکستان میشود و تونس و مصر. یک دیکتاتور، یک پرزیدنت با هر بهانه که بخواهد و بتواند شما را نابود میکند، از بین میبرد، انتخابات رو تقلب میکند. اگر دست به سلاح بزند مثل طالبان یا گروه های دیگر، نامش میگذارند تروریست، اکستریمیست و این گویا که دست به یک کاری غیر قانونی زد. اما در نتیجه میبیند که همون نفری را که تروریست میگفتند، او را در تمام رویخطهای بین المللی وارد کردن مثل طالبان، هم خودش پیروز شد در مبارزش و هم همون کشورهایی که اونها رو تروریست اعلان میکردن نوبت ایستادن برای ملاقات کردن با طالبان، از آن جمله حکومت جمهوری تاجیکستان هم. حتی طبق اعتراف خود طالبان در دوشنبه 2 سال باز آفیس هم، دفتر هم داشتند. مسکو با آنها ملاقات میکند، چین ملاقات کرد، امریکا گفت و شنید میکند، حکومت افغانستان، دیروز حکومت آلمان هم در قطر با نماینده طالبان گفت و شنید کرد. پس این مسئله دموکراتیا، مبارزه مصالحت آمیز و حقوق بشر، رعایت قانون چی می شود وقتی یک احزاب اسلامی
و نه تنها اسلامی، اصلا احزاب اپوزیسیونی در تونس، فقط حزب نهضت اسلامی تونس نیست، حزب‌های دیگری دنیوی هم الان شکایت دارن، اونها هم در پارلمان بودن. در تاجیکستان ما هم مگر زید سعیدوف حزبش حزب دنیوی نبود، محمد روزی اسکندروف حزب دموکرات حزب دنیوی نیست، اینا همش اپوزیسیون هستند. اما اینا وقتی که میآیند در یک تنگنای قرار میگیرند که دیگر در بین دو سوال دشوار میمونند که اگر پایبند به این ارزش‌های دموکراسی حقوق بشر اینا هستند، باید که دیگر یک عمر تا آخر سرکوب شوند و به نتیجه برسند. اما اگر که مثل طالبان بیایند با قدرت با سلاح از خودشون حمایت کنند، از ارزش‌هاشون حمایت کنند، حالا ارزش‌ها هر چی باشد، پس اینها پیروز هستند، موفق هستند. و این واقعا یک سوال خیلی سنگین هست، دشوار هست و منم چند روزها است که اطراف این موضوع فکر میکنم حداقل و احساس میکنم که روز به روز عددی ما کسانی که باور داریم، من هنوز با هم باور دارم که مسلمانان میتوانند در یک کشوری دموکراتی با رعایت تمام معیارها و ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و آزادی زندگی کنند، حق دارند، سزاوار هم هستند و برای این باید تلاش کرد. اما روز به روز شماره کسانی که به این اعتقاد دارند کمتر میشوند و حتی روزهای آخر به شدت در رسانه ها، در شبکه ها، در جهان اسلام ما میخوانیم، میشنویم که میگن که دیگر به این افسانه دموکراسی و حقوق بشر باور نکنید، چون غربی ها در اولین فرصت وقتی که نیروهای ملی و نیروهای اسلامی اگر پیروز شوند و سرکوب شدند، طرف اون دیکتاتورهای به نام دنیوی و فاسد را خواهند گرفت و این را ما در تجربه الجزایر دیدیم، در مصر دیدیم، امروز شب و روزها در تونس میبینیم، در تاجیکستان خودمان دیدیم و جوانان ما را میکشاند به سمت دیگر. اما من دعوتم این است که ما نباید به این وضعیت و حالتهای موقتی داده شویم، باید که عمیق‌تر فکر کرد، تلاش کرد، مبارزه برد و واقعا باید اثبات کرد که ما مسلمان ها حق داریم، سزاوار هم هستیم، قربانی زیاد دادیم برای اینکه در یک جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد زندگی کنیم. اگرچه میدونم خیلی دشوار است و اما باید این مبارزه خود را، تلاش خود را ادامه بدهیم و از طرف دیگر به هیچ وجه کسانی که مجبور میشوند دست به سلاح بزنند، ناامید شوند از این عملها، از این نتیجه های منفی، اونها را دیگر تروریست، اکستریمیست و خشونتگران نام کنیم. چون بدانیم که مشکل اساسی نه در اسلام است، نه در مسلمان ها هست، نه در اون مردمی هست که مجبور میشوند دست به سلاح بزنند، بلکه مشکل اساسی در اون نظام امروزه موجوده بین المللی هست که متاسفانه پشتیبانی از دیکتاتورها میکند، پشتیبانی از کسی میکند که به هر راه و وسیله قدرت رو بگیر، قدرتت رو حفظ کن، مردم و جامعه مجبور میشوند که با تو همکاری کنند.